از کجا ایده بیاریم بین این همه محتوایی که توی سطح وب و یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی وجود داره؟ ایده‌ای که ما میتونیم ازش استفاده کنیم چیه؟ سلام، من ندام و به کانال ندا استوری خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوایم در مورد این صحبت کنیم که برای محتواهایی که توی شبکه‌های اجتماعی تولید میکنیم، توی کانال یوتیوب، توی پیج اینستاگرام، توی لینکدین یا وبسایت یا هر جای دیگه‌ای که میخوایم محتوا بذاریم، اون ایده ها رو از کجا بیاریم؟ یکی از بچه‌ها این ازم پرسید و من گفتم که چرا که نه، بذار یه ویدیو ازش درست کنم. خب ببینید، چند تا کار مختلف میشه کرد که حالا بسته به اینکه شما دقیقاً برای کجا میخواین تولید محتوا انجام بدین میتونین از هر کدومش استفاده کنین. یکی از اولین کارهایی که لازمه انجام بدین اینه که به هر چیزی به چشم محتوا نگاه کنین. این پایه‌ای ترین کاریه که کسی که داره تولید محتوا انجام میده باید حتما بدونه و انقدر تمرین کنه که ملکه ذهنش بشه. بخوام یه مثلا براتون بزنم، این مثلا رو همیشه به بچه‌هایی که توی شرکت هستن هم میگم. مثلا فرض کنین که توی اتاق جلسه ما یک ظرف شکلات داریم. اونجا یه ظرف شکلاتیه که حالا اتاق جلسه که هم بچه‌ها اونجا جلسه میذارن، هم مشتری که از بیرون میان اونجا جلسه میذارن. بعد فرض کنین که ما میتونیم به همین ظرف شکلات به چشمای مختلف نگاه کنیم. مثلا یه بار دوربین رو بذاریم و یه تایم لپس بگیریم که آدما دارن میان بچهای خود شرکت از این ظرف شکلات برمیدارن و ما در واقع داریم پشت این چی رو نشون میدیم؟ داریم نشون میدیم که ما اینجا تعدادمون خیلی زیاده، بچه‌ها در تکاپو هستن، مثلا آدمایی که میان تو دوربین میرن آدمای جوونی ان، مثلا یه لبخندی دارن، محیطمون شاده. مثلا اینا رو نشون میدیم حالا به هدف اچ آر برندینگ، به هدف تقویت برند کارفرما. یه موقع میگیم که نه، اصلا این ظرف شکلات توی اتاق جلسه‌ایه که آدما مشتریان میرن، بعد یه پست تو لینکدین به فرض میذاریم از همین ظرف شکلات، یه عکس میگیریم، بعد میگیم از زبان اون ظرف شکلات که یا از راوی مثلا این ظرف خیلی آدمای زیادی رو دیده، مشتری زیادی رو دیده، مدیران مارکتینگ با مدیران مارکتینگ مختلفی دم خور بوده، صنایع مختلفی رو میشناسه. میدونی این داره در واقع غیر مستقیم چی رو میگه که خب این ظرف تو اتاق جلسه یکتانته و یکتانت هم یه شرکت بی تو بیه، مشتریاش بیزینس ها هستن و داریم غیر مستقیم با استفاده از یک ظرف شکلات میگیم ما مشتری زیادی داریم، صنایع مختلفن، همیشه میان تو یکتانه جلسه و داریم این رو یه جورایی با یک ظرف شکلات ساده راجعش حرف میزنیم. شاید شما تا فردا هم به این ظرف شکلات نگاه کنین، تو ذهنتون این نیاد که خب چجوری من اینو بیام به تعداد مشتری یکتانه ربطش بدم. ولی اگر که اینو با خودتون تمرین کنین که هر نگاه یک محتواست، میتونین از هر چیزی که اطرافتون میبینین یه ایده محتوایی در بیارین. پس اینکه گام اولشه که نیاز به تمرین هم داره. گام دوم چیه؟ گام دوم سوالاتیه که حالا یا مشتری‌ها از شما میپرسن یا برای خودتون پیش میاد. اگر که مثلا میتونین اگه دارین برای شرکتی تولید محتوا انجام میدین، برین از تیم ارتباط با مشتریان یا مثلا اون بخشی که تیکت ها هستش، تیکت ها رو ببینین، سوال آدما رو ببینین، برین با بچهای سی آر امتون حرف بزنین، صحبت کنین، ببینین که آدما چه سوالاتی دارن، چه دغدغه‌هایی دارن و شما بیا اونها رو لیست کنین و دونه دونه با تولید محتوا بهش جواب بدین. حالا این تولید محتوا میتونه یه بلاگ باشه، میتونه یه پست لینکدین باشه، میتونه یه ویدیو توی یوتیوب یا آپارات باشه یا هر چیز دیگه، ولی اون ایده در واقع از سوال مشتری میاد. سومین کاری که میتونین انجام بدین بنچمارک کردن. بنچمارک کردن خیلی 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 زیاد مهمه و شما رو مثلا اگر که اینجا هستین یهو به اینجا میرسونه، یعنی قشنگ نقطه صفر شما رو میکنه میاره مثلا به 10 یا به 15 میرسونه. بنچمارک کردن یعنی چی؟ فرض کنید که من مثلا پیج ندا استوری رو تازه شروع کردم و میخوام براش تولید محتوا کنم، میگم که خب من میخوام تو پیجم در مورد شغل‌های مختلفی که تو استارتاپ ها هست حرف بزنم و اونا رو شغل‌ها رو معرفی کنم، بگم که چقدر بازار کار دارم مثلا. بعد میگم چیکار میکنم؟ میگم که خب توی این حوزه تا الان چه شرکت‌هایی کار کردن، لیست اونا رو در میارم
لیستشون رو در میارم، بعد شروع میکنم تک تکشون رو میبینم، میگم خب مثلا فلان پیج این ویدیوها رو داره با این تاپیک ها، این پست ها رو داره. آدمایی که براشون کامنت گذاشتم میام کامنتاشون رو میخونم که آدمایی که مثلا برای فلان پیج که مشابه منه مخاطبش کامنت گذاشتن چه دغدغه هایی داشتن، اینا رو همه لیست میکنم. مثلا فرض کنید که راهنما کالج ویدئوی من یادم یه موقع‌هایی یه سری ویدیو داشت که داستانت رو بگو و من خیلی ویدیوها رو دوست داشتم، یعنی مثلا میشستم نگاه میکردم داستان آدمای مختلف و که چی بوده. بعد وقتی که خودم اومدم داستان آدم ها رو بذارم رفتم داستانت رو بگوی راهنما کالج رو نگاه کردم چند تا قسمتش رو که چه چیزایی میپرسن، چه جوریه، مثلا چند نفر جلوی دوربینن، مجری دارن مجری ندارن، با چه کیفیت ویدیو ضبط شده، اینا رو نگاه میکردم. این باعث چی میشه؟ باعث میشه مثلا راهنما کالج 10 تا داستان خودت رو بگو رو گذاشته. بعد من که میخوام بیام این کار رو انجام بدم دیگه لازم نیست از صفر شروع کنم، میگم که خب مثلا این نکته ها رو اولش رعایت نمیکرده الان داره رعایت میکنه، یا مثلا این کارو میکرده الان داره نمیکنه، یا مثلا کامنت ها رو میبینم که آدما چه فیدبک هایی بهشون دادن، چه کجاها سوال بیشتری پرسیدن، کجاها ازشون انتقاد کردن. و این باعث میشه که دیگه شما حالا برای هر حوزه‌ای که هستین دیگه نرین اشتباهاتی که بیزینس های مشابه شما انجام دادن دوباره شما هم همونا رو انجام بدین. از یه طرف دیگه هم این خوبی رو داره که مثلا شما بگین خب راهنما کالج این کارا رو کرده، این نقاط مثبت داشته، نقاط منفی رو داشته، به مثال صرفا من بیام یه تمایز ایجاد کنم. یعنی ممکن اگه شما بنچمارک انجام ندین بدون اینکه خودتون بدونین بیاین عین کار یک شرکت دیگه رو تولید کنین بدون اینکه حتی متوجه باشین، ولی وقتی بنچمارک میکنین دیگه خودتون یه دیدی دارین و حداقل میگین خب اگه این کارو مثلا راهنما کالج کرده، مثلا کاربون کرده یا هر جای دیگه انجام داده، من بیام یه خلاقیت بخیر بدم، مثلا اینجاشو تغییر بدم یا صداشو تغییر بدم یا مهمانا رو مثلا یه ژانر دیگه انتخاب کنم. مورد بعدی کلا اونجایی که آدما دارن با هم حرف میزنن، مثلا توی فروم ها، حالا فروم ها قبلا خیلی پررنگ تر بودن الان این ذره کم رنگ شده، ولی مثلا تو حوزه زنان نینی سایتی که از بهترین مراجع برای اینکه بدونین آدما دارن راجع به چی صحبت میکنن، خانم‌ها مخصوصا. یا مثلا توی پیجای رقیبتون چه کامنت هایی گذاشتن، توی توییتر آدما دارن چی میگن، توی دایرکت ازتون دارن چه سوالی میپرسن، اینا هم خیلی مهمه که بین لیستشو در بیارین و اولویت بندی کنین. حتی مثلا ممکنه به من بگن که ما راجع به اپلای کردن رشته مدیریت سوال داریم. خب منم نمیام هر سوالی که آدما دارن رو بهش جواب بدم، چون میگم که اپلای کردن تو حوزه کاری که من نماش تولید محتوا میکنم نیست. ولی اگر که بین سوال آدم ها، سوال بچه ها چیزی باشه که بتونم براش تولید محتوا کنم و توی حیطه کاری باشه، حتما این کار انجام میدم. مثل همین ویدیو که ایدهش رو خود بچه ها دادن، گفتن که چطوری ایده برای تولید محتوا کردن داشته باشه، این یکی از اون راه هاست. یه مورد دیگه که میتونین ازش حسابی استفاده کنین فروم هاست، اون جایی که آدم ها میان و در واقع با هم دیگه انگار توی سایتی با هم دیگه چت میکنن و سوالاشون میپرسن، یکی دیگه میاد جواب میده. توی برنامه‌نویسی خیلی این هست، توی مثلا نینی سایت هم خیلی هست که خانم‌ها میان اونجا و هی سوالاشون میپرسن، یه سری خانم‌ها دیگه میان جواب میدن. اگر که شما می‌خواید به فرض بدونین خانم‌ها الان در راجع به چی فکر می‌کنن تو عموم جامعه، نینی سایت خیلی گزینه خوبیه. و مثلا براتون چه کامنتی گذاشتن، چه دایرکتی گذاشتن، خود آدما بهتون میگن که چه سوالاتی دارن و شما چه جوری میتونین از اون سوالا برای تولید محتوا استفاده کنین. بخوام دو تا نمونه هم بگم، ببین حواستون فقط یه نکته هست، حواستون باشه به این. ممکنه آدما سوالای مختلفی بپرسن، لازم نیست شما برای همش تولید محتوا کنین. شما از بین اون سوالا میبینید کدومش متناسب با اون هدف شماست. مثلا برای من چند وقت پیش که پرسید که ندا میشه راجع به اپلای مهاجرت، اپلای مدیریت صحبت کنی. خب من اصلا حوزه کاریم اپلایی نیست و بیشتر اتفاقا تمرکزم روی کار کردن توی ایرانه، برای همین یه ذره انگار تناقض دارن که بیام راجع به اپلای مدیریت حرف بزنم. خب طبیعتا از این ایده نمیتونم استفاده کنم، هرچند که خیلی هم میتونه ایده خوبی باشه. از اون طرف یه سری بهم گفتن که میشه بگی که ایده از کجا میاری، که خب همین ویدیویی که الان دارید میبینین در واقع جواب این سواله و ایده این ویدیو هم از سوال خود شما اومده. نکته بعدی چیه؟ اخبار یا ترند ها هستش. مثلا
کلا اخبار، ترند، مناسبت. فرض کنین که شما اگه دارین کار شبکه اجتماعی یک شرکت رو انجام میدین، حتما تقویم ها رو نگاه کنین. نوین هاب همیشه تقویم ماهانه منتشر میکنه، حالا فکر کنم تو خبرنامه‌شون هم ایمیل میکنن، تو سوشالشون هم میذارن که مثلا امروز روز پیتزا، فردا روز جهانی زنانه، نمیدونم امروز روز خطکشه. یه سری روزای عجیب غریبی واقعا هسته که شما اگه بخواید با زاویه هر نگاه یک محتواست بهش نگاه کنی، خیلی خوب میتونی روی این روزا مناسبت ها مانور بدی. یا اگه میبینی یه چیزی ترند شده، میتونین اگه به شما ربط داره بیان راجعش حرف بزنیم. مثلا یه نمونه که خیلی حرفه‌ای تولید محتوایی که من اخیراً دیدم، متروپول آبادان. خب یه اتفاق واقعا ناراحت کننده بود، واقعا ناراحت کننده، و خیلی هم آدم ها، پیج های بیزینسی راجبش حرف زدن و ناراحتی کردن براش. ولی مثلا یه نمونه تولید محتواش رو بخوام بهتون بگم، شرکت یوتوپین بود که توی سفر گردشگری داره کار میکنه و یوتوپین پست گذاشت، پست اسلایدی گذاشت و واقعا جذاب بود و قشنگ رو ترند سوار شد که گفت آبادان، یه تیتر مثلا داد که آبادان آباد و یه همچین چیزی، بعد اومد راجع به آبادان حرف زد که مثلا اولین تیم ورزشی آبادان بوده، اولین پالشگاه آبادان بوده، مثلا یه سری چیزای مدلی فکت راجع به آبادان گفت و توی مثلا اسلاید 2 آخر و یکی مونده به آخر بعد اومد گفتش که واقعا مثلا خیلی ناراحت کننده است که الان براشون یه همچین اتفاقی افتاده و اظهار ناراحتی کرد. ببینید خب چون همه دارن راجع به متروپول آبادان حرف میزنن و یه جوری داغ آدما تازه است، یوتوپی نیامد فقط یه دونه استوری بذاره، مثلا یه قلب مشکی بذاره و بگه تسلیت آبادان، قشنگ اومده براش تولید محتوای متناسب کرده با پیج خودش و از اون طرف تو غم آدم ها هم یه جورایی شریک بوده. این میشه نمونه واقعا عالی تولید محتوای متناسب با ترند و با هدف پیج. یه کار دیگه که میشه کرد سرچ گوگل، کلمات کلیدی. شما یه سوالی که روتون نشه از هیچ کس بپرسین چیکار میکنین؟ اولین کاری که میکنین اینه که میبرینش تو اینکاگنیتو گوگل و اونجا اون کلمه که میخواین یا اون سوالی که دارین اونجا مینویسین و گوگل واقعا از همه آدم‌های دنیا شاید به ما نزدیکتر باشه و امن‌ترین جا باشه برای اینکه ما سوالامون رو بپرسیم. برای همین اگه میخوایم بدونیم واقعا مخاطبای شما چه سوالاتی دارن، سوالاتی که شاید روشون نشه تو کامنت ها، توی دایرکت از شما بپرسن، بهترین کاری که میتونین بکنین اینه که یه سری کیورد ها رو که مثلا فرض کنین همین تو کیس یوتوپین که سفر گردشگریه، سفر در مثلا تورهای سفر تحصیلات خرداد، مثلا شما اینو سرچ میکنی، یه چیزی که خودتون هم به عنوان یک فرد احتمالاً براتون سوال هست، بعد دوباره ساجستشن های گوگل، حالا همون پایین هم توی خود نواری که گوگل سرچ میکنیم اونجا هم باز به همون لیست میده، یه سری کیورد میاد، یه سری سوال میاد. اون سوالا دقیقا میشه سوالایی که آدما داشتن، آدما سرچش کردن و همشون میشه ایده برای تولید محتوا. بعد دوباره هر کدوم از این سوالا رو که روش کلیک کنین یه سری مقاله برای شما میاره. مقاله ها رو هم که باز کنین دوباره تو مقاله ها، خب مقاله همیشه یه تیتر اصلی داره و چند تا تیتر میانی داره. دوباره هر کدوم از اون تیترها میشه ایده برای اینکه شما بتونین ازش تولید محتوا انجام بدین. یک ایده دیگه برای اینکه بتونید ایده پیدا کنین، سایت Answer the Public. Answer the Public خیلی، من اولین بار که دیدم خیلی اینجور متعجب بودم که برام واو بود که این همه ایده از کجا اومده. تو همیشه که تو تصویرم میبینی مثلا من سرچ کردم پینات باتر، یعنی کره بادام زمینی، و واقعا شما خیلی سخته یه پیجی کره بادام زمینی رو بهتون بدن بگن که راجبش تولید محتوا کن، ولی شما کره بادام زمینی رو هم که تو این سایت سرچ میکنی براتون این همه ایده میاره. یعنی خودش میگه با کره بادام زمینی ما این همه سوال میتونیم درست کنیم و هر سوالی میتونه یک محتوا باشه. ایده بعدی هم رصد کردن رقباست. شما میتونین رقباتون رو مرتب، یعنی میتونین که نه حتما این کار انجام بدین، رقباتون رو مرتب رصد کنین، ببینین که اونا چه برنامه‌هایی دارن، اونا دارن چی کار میکنن. و نکته‌ای که خیلی خیلی زیاد مهمه که رعایت کنین اینه که درسته ما کامنت ها رو میبینیم، رقبا رو میبینیم، بنچمارک میکنیم، کلمات کلیدی، اون سایت انسر همه اینا هست،
ولی نکته مهم اینه که شما اینا رو ازشون الگو میگیرین، ایده میگیرین، ولی باید متناسب با خودتون، متناسب با برندتون، با اون شخصیت برندی که دارین، مدلی که خودتون حرف میزنین، اون گرافیکی که خودتون دارین، رنگ‌هایی که شما دارین و شاید برای رقیب متفاوت باشه. بعد بیاین شخصی سازی کنین، یعنی همه ایده ها رو بگیرین، شخصی سازیش کنین، بومیش کنین برای شرکت خودتون، برای پیج خودتون، و بعد مدلی که در واقع مدل شماست اون محتوا تولید بشه و در اختیار بقیه قرار بگیره. اگر که تا اینجای ویدیو اومدین ولی هنوز سابسکرایب نکردین، لطفا همین الان سابسکرایب کنین و علامت زنگوله هم بزنین. من یه عالمه محتوای دیگه دارم داخل کانال، راجع به آموزش لینکدین، راجع به معرفی مشاغل مختلف، با آدم‌های متخصص مصاحبه کردیم. حتما بریم ببینین اگه ندیدین. لینک‌هاش رو داخل دیسکریپشن هم میذارم و میتونین بهش سر بزنین. یه جایی توی این صفحه هم داره بهتون احتمالاً ساجست میده که برین یه ویدیو دیگر ببینین که حتما برین ببینین. آدرس این پیج اینستاگرامم و پیج لینکدینم رو هم میذارم داخل دیسکریپشن که میتونین سرچ هم بکنین. ندا استوری داخل اینستاگرام میاد، ندا عروضی هم بذارین داخل لینکدین میاد و اونجا هم اگه دایرکت بدین یا کامنت بذارین حتما بهتون جواب میدم. خوشحالم که تا اون همراه هم بودین و خدا نگهدار.